بعد از فروش برند رود توسط هیلی بیبر به الف بیوتی، شایعات زیادی مطرح شد مبنی بر اینکه هیلی بیبر برند موفق خودش رو به خاطر بدهی‌های جاستین بیبر فروخته. اما داستان برمیگرده به بدهی 31 میلیون دلاری جاستین بیبر به اسپانسر برنامه‌هاش و کنسرت‌هاش به اسم اسکوتر براون. در سال‌های گذشته جاستین بیبر به خاطر لغو کردن کنسرت‌هایی که اسکوتر براون براش برنامه ریزی کرده بود به این اسپانسر ضرر مالی زد و حالا باید مبلغی حدود 31 میلیون دلار رو به این آدم برگردونه. وقتی که جاستین بیبر تحت فشار مالی بود، هیلی بیبر برند رود اسکین خودش رو که در سال 2022 راه اندازی کرده بود به شرکت الف بیوتی به مبلغ 1 میلیارد دلار میفروشه و بعد از این فروش همه معتقد بودن که هیلی بیبر برند خودش رو فدای بدهی‌های جاستین بیبر کرد. اما بالاخره هیلی سکوت خودش رو شکست و جواب این شایعات رو داد. طبق بیانیه‌ای که به دیلی میل داده شده، گفته شده قرارداد تاریخی فروش برند رود یک موفقیت بزرگ برای هیلی بیبر محسوب میشه و کاملا مستقل از شوهرش و مسائل کاری جاستین بیبره. اما جاستین بیبر تا قبل از فروش برند رود تصمیم نداشت تا بدهی خودش رو به اسکوتر براون پرداخت کنه. اما بعد از این فروش جاستین بیبر تصمیم گرفته تا بدهی خودش رو صاف کنه.